خوب یوتیوبر بشم یا نه؟ این سوالی که مطمئنا خیلیاتون از خودتون میپرسید، اما جواب این سوال به چیزهای مختلفی وابستگی داره. به عنوان کسی که زمانی که یوتیوب شروع کردم هیچ چیزی از تولید محتوا نمیدونستم، هیچ چیزی مطلقاً، میتونم یه سری چیزا رو بهتون بگم بعد از 7 یا 8 ماه فعالیت تو یوتیوب که هنوزم که به درآمدزایی نرسیدم و حتی سابسکرایبرام به 1000 تا هم نرسیده، اما چیزایی فهمیدم که میتونم بهتون قول بدم خیلی به کارتون میاد و خیلی دوست داشتم شاید روزی که شروع کرده بودم یه کسی اینا رو به من میگفت تا میتونستم یه تصمیم بهتری بگیرم و مطمئنم بهتون کمک میکنه که شما اون تصمیم درسته رو بگیرید و اگه وارد یوتیوب شدید بتونید سریعتر کانالتون رو رشد بدید. اولین چیزی که بعد بهتون بگم اینه که اصلا روی درآمد یوتیوب تو یک سال اول حساب باز نکنید. نگاه کنید من الان حدود 7 یا 8 ماه که دارم تو یوتیوب فعالیت میکنم، خب مسلما کیفیت ویدیوام شاید به اندازه یوتیوبرهای خیلی خوب فارسی نیست، حتی شاید در حد متوسط هم نیست، اما میتونم بهتون بگم که یوتیوب فارسی خیلی کم موقعه و از طرفی نحوه درآمدزاییش حالا جلوتر بهتون میگم خیلی متفاوته با یوتیوب انگلیسی. شما اصلا نمیتونید توی یک سال اول روی درآمدزایی از یوتیوب حساب باز بکنید. من هنوزم که از شغل اصلیم دارم درآمدزایی میکنم و درآمدم توی یوتیوب توی این 7-8 ماه شاید صفر بوده که صفر نه منفی بوده، چون همین میزی که خریدم، همین میکروفون، همین نوری که روی تصویر میتابه، همه اینا رو هزینه کردم و هنوز که نتونستم برش گردونم. پس چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اصلا روی درآمد از یوتیوب حساب باز نکنید. بله هستن کسایی که تونستن ظرف 1-2 ماه به چند کا مخاطب برسن، اما بیاین رو راست باشیم، چند نفرمون انقدر شخصیت خاص و ویژگی‌های خاصی داریم که بتونیم این حجم از مخاطب رو در عرض یه بازه زمانی خیلی کوتاه با خودمون جذب کنیم. دومین نکته، هر موضوعی تو یوتیوب فارسی موفق نمیشه. چرا دارم میگم یوتیوب فارسی؟ نگاه کنید یوتیوب فارسی اینجوری کار میکنه که به ازای هر 1000 ویو تقریبا به شما $3.5 میده. اصلا هم براش فرقی نداره که شما موضوع آموزشیه، موضوع طنز، هجو یا اصلا داری حواشی پخش میکنی. یوتیوب انگلیسی اینجوری کار میکنه که به موضوعات آموزشی چون بازدید کمتری میگیرن پول بیشتری میده که این جبران میشه. ولی یوتیوب فارسی چون عملا تبلیغی تو ایران استفاده نمیشه از یوتیوب، یعنی شما شرکتی نداری تو ایران که بتونه به یوتیوب تبلیغ بده، چون اصلا یوتیوب تو ایران غیر قانونیه، عملا فقط $3.5 به ازای هر 1000 ویو به ویدیوهای مختلف میده. حالا شما بیاین اینو حساب باز بکنید که مثلا یک کسی داره ویدیو طنز میسازه چه رنجی از مخاطبین داره و شما که مثلا میخواید راجع به انتگرال ویدیو بسازید چند تا مخاطب دارید. من مطمئنم بهترین ویدیو فارسی راجع به بهترین روش و ساده ترین روش راجع به انتگرال رو بسازید حد اکثر 3 تا ویو میخورید. یکیش خودتونین، یکیش مادرتونه و یکیش هم دیگه دوستاتونه که میزنه سر پلی و ول میکنه میره. اگه میخواین فعالیتتون تو یوتیوب شروع کنید جایی زور بزنید که مطمئن باشید که مخاطب زیادی وجود داره. توی آپلود کردن ویدیوهاتون نظم داشته باشید. همین، نظم داشته باشید. چیز عجیبی که نیست، تو زندگیتون باید کلا نظم داشته باشید. مهمترین چیزی که خیلی دوست داشتم روز اول کسی بهم میگفت اینه که شما به تنهایی از پس کار برنمیایید. دنبال درست کردن یه تیم یوتیوبری باشید به جای اینکه خودتون قرار باشه همه کارا رو انجام بدید. چرا دارم این حرفو میزنم؟ شما به هر حال وقتی یه کسی تو کانالتون شریک میکنید بعد یه قسمتی از درآمدتون رو به اون بدید. اما بهتون قول میدم که بهترین و بزرگترین کانال‌های فارسی اصلا انگلیسی که میبینید همیشه بیشتر از این نفر توش حضور دارن. حالا این میتونه جلوی دوربین باشه یا پشت دوربین باشه. شما وقتی یک کسی رو دارید که براتون فیلم ادیت کنه، یک کسی رو دارید که براتون سناریو بنویسه و یک کسی دارید که اصلا براتون کارا رو انجام بده، بهتر و بیشتر میتونید روی کارتون دقت و تمرکز داشته باشید و در نتیجه کیفیت محتواتون به شدت بالاتر میره و میتونید مخاطب بیشتری رو جذب کنید. درسته درآمدتون تقسیم میشه، اما درآمد انقدر بالا میره که حتی اون تقسیم شدهش هم چندین برابر زمانی باشه که شما دارید تنهایی کار میکنید. شما به تنهایی از پسش بر نمیایید. حتما برید سراغ یه چند نفر که تو این کار حرفه‌ای ان و ازشون کمک بخواید و سعی کنید تیم بسازید. سعی کنید یه شخصیت خاص از خودتون توی فضای مجازی و یوتیوب ارائه بدید. این خیلی بهتون کمک میکنه. نگاه کنید وقتی شما الان مثلا به پوتک فکر میکنید اولین چیزی که به ذهنتون میاد احتمالاً خنده هاشه، یا مثلا به کومان که فکر میکنید اون رابطه بین کوروش و ایمان به نظرتون میاد. میبینید یه چیز خاصی تو هر کانال موفق وجود داره که وقتی بهش فکر میکنید اولین شاخصه‌ای که به ذهنتون میاد. اگه شخصیت خاصی ندارید یه شخصیت خاص جعل کنید، چه ایرادی داره؟ یه شخصیت بسازید که بتونه جلوی دوربین بهتون کمک کنه موفق تر بشید. و در نهایت صبر داشته باشید. همه چیزای خوب در بلند مدت اتفاق میفته. خودم هنوز به درآمدزایی نرسیدم که بخوام اینا رو بگم، ولی مطمئن باشید اگه قرار یوتیوب ادامه بدم بعد 10 سال و 20 سال قرار یوتیوبری رو ادامه بدم تا زمانی که این پلتفرم وجود داره و مطمئنم اتفاقات خوب توی زمانهای بلندتر میفته. هیچ اتفاق خوبی معمولا توی کوتاه مدت برای شما اتفاق نمیفته.
پس صبر داشته باشید، به آپلود کردن ادامه بدید تا موفق باشید. خب خیلی ازت ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اینجا ایکانه، من امیرحسین یاری ام. موفق باشید. فعلا.